ساقی بیا ساقی بیا چند روز اول تون دلتنگ میشی، دلت هواشو میکنه، میخوایی باشه اما نیست. چند روز که میگذره دیگه اون حس اولو نداری. کم کم میفهمی کی بود، چی بود، چطوری اذیتت کرد. یادت میاد چقدر بهش اهمیت دادی و چقدر اهمیت نداد بهت. آزار و اذیتایی که کرد یادت میاد. دیگه نه تنها حس قبلو نداری، بلکه به عنوان یه آدم عادی هم بهش حس نداری. میشه عادی تر از عادت. کم کم میفهمی یه عادت بود. عادت کرده بودی به یه نفر عشق ورزی و اهمیت نده. عادت کردی هر روز بیدار شدی به اون فکر کنی. تو فقط بهش عادت کرده بودی. الان دیگه برات مهم نیست. اون شبایی که میگفتی بدون اون نمیشه، اون بهترین بود، اون فلان بود، بسار بود، تموم شد. هیچ وقت هیچ کس در یه زندگی نیست. اون رو میفهمی بدون اون هم میشه. میفهمی مهم زندگیت اینی خودت اهمیت بدی و بدون آدمای بی‌لیاقت زندگی تو ادامه بدی. هیچ وقت کسی رو فراموش نمی کنی. فقط به نبودنش عادت می کنی. آوایش امین جونم.